دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. فصل ششم کنترل‌های بهره برداری که در واقع جزو فصل‌های آسون و راحت سازهای فلزی هست. خب الزامات حالت حدی بهره برداری. دوستان بهره برداری اسمهای دیگه‌ای مثل خدمت رسانی یا سرویس رسانی هم داره. نکته دوم که همینجا دوست دارم بگم، احتمالاً پایین‌ترم باز اشاره کردم، تو حالت بهره برداری ترکیب بار ضرایبشون یکن یا بارها بدون ضریب هستند. یعنی خواستی بنویسی فقط بگی مثلا بار مرده به اضافه بار زنده، ضریب دار نمی کنیم تو حالت بهره برداری. خب حالا خلاصه تر بگم، بهره برداری جنبه زیبایی داره، جنبه آسایش داره، جنبه زیبایی و آسایش داره. یادت باشه تلفات جانی نداریم تو بهره برداری، فقط زیبایی ساختمون، نازوکاری ساختمون برامون اهمیت داره و در واقع تو بهره برداری اینها ملاکن. ما یه دونه حدی مقاومت داریم و یکی حدی بهره برداری. آیین‌نامه کنترل هر دوتاشون رو واجب دونسته. توی کنترل حدی مقاومت جنبه خطرات جانی داریم، یعنی که اگر کنترل نکنیم کشته میشن، مثل کنترل پیچ، کنترل جوش، کنترل کمانش، کنترل خمش، کنترل برش. اما تو بهره برداری خطر جانی نداریم ولی جنبه زیبایی و آسایش داره. مثلا یک کامیونی از بغل خونه شما عبور میکنه، این باعث لرزش ساختمون شما میشه، یا مثلا آسانسور میره بالا باعث لرزش شما میشه، یا اینکه مثلا یه بچه کوچیک تو طبقه بالا داره راه میره یا میدوه، ساختمون شما در حال لرزش هست. میگه که الزامات این بخش به موضوعاتی اختصاص دارد که از نظر اقناع شرایط بهره برداری در طرح و محاسبه سازها مطرح هستند. با رعایت الزامات مربوط به حالتهای حدی بهره برداری، مجموعه سازه شامل اعضای اتصالات آن ضمن دارا بودن مقاومت موجود کافی در برابر بارهای خارجی، شرایطی نظیر محدودیت تغییر شکل‌ها، تغییر مکان‌ها، کنترل ارتعاش، حفظ شکل ظاهری، دوام، آسایش ساکنین و غیره رو تأمین کنه. که لرزش داره ساختمون خیلی مهمن. خب حالا بریم این کنترل‌های بهره برداری ببینیم چیا هستن. میگه در تیرهایی که کفا و سقف‌های ساختمانی رو تحمل میکنن باید تغییر شکل‌های قائم کنترل بشن. تغییر شکل‌های قائم اعضای سازه‌ای تحت اثر ترکیبات مختلف بارگذاری مثل چیاست؟ نظیر حالت‌های حدی بهره برداری باید به اندازه‌ای باشد که قابلیت بهره برداری مناسب سازه حفظ بشه. این تغییر شکل‌ها شامل دو عامل زیر هستند. یکی بارهای ثقلی که جهتشون رو به پایین هست، مثل بار زنده، بار برف، بار مرده، و اثرات خودکرنشی مثل تغییرات دما، خزش، افت و غیره. که البته این خزش تو جاهایی که مطرح میشه که ما بتون داشته باشیم، یعنی شما تو درس بتونتون خب خزش رو تجربه میکنید. اما تغییر شکل قائم با پایه موقت، کلی تیرهای فولادی و تیرهای مختلطی که در آنها هنگام بتون‌ریزی دال از پایه‌های موقت استفاده میشه. یعنی زیر تیر شما شم بزنی، یعنی شما یه تیر آهن کار بتون‌ریزی داره انجام میدی، زیر شم بزنی. خب اینا بهش میگن پایه‌های موقت زیر تیر فولادیتون. باید طوری محاسبه و طراحی بشن که تغییر شکل حداکثر ناشی از بار مرده و زنده از 1/240 طول دهانه و تغییر شکل حداکثر ناشی از بار زنده از 1/360 طول دهانه بیشتر نشود. یعنی دلتا ال زنده حداکثر L360، دلتا ال زنده به اضافه دلتا دی مرده کوچکتر مساوی L240 هست.
این شد حد اکثر خیز بار زنده، این شد حد اکثر خیز بار مرده و زنده. خب اینو دوران لیسانستون خوندید دیگه. معمولا بچه ها از فولاد چیزی یادشون نباشه L360 و L240 یادشون. میگه که در محاسبه و کنترل تغییر شکل قائم در صورت لزوم تغییر شکل‌های اضافی هم باید لحاظ بکنیم، یه جمع بشن به این تغییر شکل‌ها، یعنی اینا به اضافه یه سری تغییر شکل اضافی بشه. حالا اینا چیا هستن؟ خزش و جمع شدگی بتون هست. نکته دیگه، در تیرهای طوره‌ای مقدار حداکثر تغییر شکل قائم مجاز، یعنی اگر من طره داشته باشم، کنسول داشته باشم، چیزی که بیرون زده باشه، خب میگه که تغییر شکل‌های قائم مجاز به 2 برابر افزایش داده بشه. یعنی من الان اینجا بار زنده بزنم، خب بار زنده بذارم، چقدر خیز میدم؟ مقدار خیزش رو حساب میکنم. برای طره اجازه میده تا 2 تا L360 هم خیز داشته باشیم، تا 2 برابر مقدار مجاز. یا بار زنده به اضافه بار مرده تو طره، یا در واقع دالهای بیرون زده که حالت طره‌ای دارن، طرن دیگه. البته دال که دیگه میشه مال بحث بتون، اینجا باید فولادی صحبت بکنم. در تیرهای طرحی اجازه میده تا 2 برابر L240 ما در واقع تغییر شکل مجاز داشته باشیم. فقط برای تیرهای طرحی چنین قانونی رو آیین نامه گذاشته که البته اینو تو ویرایش جدید اومده دیگه، تو ویرایش قبلی اصلا اینو ما نداشتیم. جهت اطمینان یه سری تیرهای معروف خیزاشون رو گذاشتم. مثلا طره بار پی خیزش میشه PL3 3 تا EI، یا تیر 2 سرساده بار پی وسط باشه میشه PL3 48 EI. تیر 2 سرگیردار از اینا شماره بندی کنم حداقل یه ذره خوندن برای من آسون تر بشه. 3 4 5 6 7 8 و 9. تیر طره بار پی شماره 1 PL3 3 تا EI. تیر 2 سرساده بار پی PL3 48 EI. 2 سرگیردار بار پی PL3 192 EI. طره سرآزاد بار Q میشه QL4 8 EI. 2 سرساده بار Q میشه 5 QL4 384 EI. 2 سرگیردار QL4 384 EI. خب یه طره دارم بار مثلثی، خیز ماکسیمومش چقدر میشه؟ دوستان خیزی که داریم صحبت میکنیم منظور اینا، مثلا خم میشه به اندازه چقدر؟ دلتای ماکسیموم. حالا اگر اینجا شما بارهای زنده رو بذاری تو اون فرمول باید کیوی بارهای زنده رو بذاریم. اگر مرده و زنده رو با هم جمع میزنیم تو این فرمول هم باید مرده و زنده رو با هم بذاریم. حالا پایین تر باید نشون میدم، عجله نکن. تیر 2 سرساده که بار پی با فواصل آ از تکیگاه قرار دارند. به اینجور تیرهای 4 بار نقطه‌ای هم میگن، 4 بار نقطه‌ای یا 4 پوینت لود فکر میکنم بنویسن. یا این تیر بار 3 بار نقطه‌ای هست. 3 بارش کجاست؟ 2 تاش هم مال چیه؟ تکیهگاه. یعنی شما تو این در واقع مقالات 3 بار نقطه‌ای 4 بار نقطه‌ای که بشنوید منظورش اینه. حالا من دیگه جزئیاتش رو نرم جلو، خدمت عرض کنم که 2 تا بار پی باشه حتما باید بار پی باشه، یعنی بار فرق بکنن نه. اون موقع خیز ماکسیموم از این رابطه به دست میاد، پی آ ال 2 3 تا منهای 4 تا آ 2 بخش بر 24 تا ای آی. اگه 2 سرساده باشه بار مثلثی باشه خیز ماکسیمومش میشه QL4 154 EI. خب حالا من همینجوری به عنوان نمونه میخوام تیر شماره 5، خب تیر خیلی معروفی هست دیگه، یه پارامتریک کنترل خیز بکنم. پارامتریک به عنوان نمونه برای تیر 2 سرساده تحت بار گسترده یا وزنایی ثقلی، بارهای ثقلی
به صورت زیر کنترل خیز انجام میشه. برای کنترل خیزها یه بار فقط بار زنده رو بدون ضریب میذاریم، یه بارم زنده و مرده رو باز بدون ضریب میذاریم. خب دو سرساده میشه 5 کیوی زنده. شاید یه ذره اینجا خوب نمایش داده نشده باشه. 5 تا کیو ال زنده در ال به توان 4. دوستان اون ال اندیسه ها بخش برای 384 ای آی باید کوچکتر از دلتا ماکس بار زنده باشه که ال 360. این دلتای ماکسیموم ناشی از بار زنده هست. فقط یادت باشه بار زنده هم بدون ضریبه، با ضریب 1 میذاریم. یه بار دیگه همین فرمول شماره 5 رو به این الگوش رو بردار. 5 QL4 دیگه الگوشه. حالا به جای کیوی مرده و زنده میشینه. مرده و زنده بشینه اینا با هم جمع میشن. 5 QL4 384 EI که کیوی مرده و زنده با ضریب 1 با هم جمع میشن. 5 کیوی مرده زنده L به توان 4 384 EI. این باید کوچکتر مساوی با L 240 باشه. خب یعنی تک تک اینا رو سر امتحان میتونه بده. شما باید یه بار مثلا بخوای اینو کنترل بکنی بار زنده رو بذاری L3 کوچکتر از L360. یه بارم بار زنده به اضافه مرده L به توان 3 که کوچکتر از L240 بشه. پس جدا جدا یه بار زنده یه بار مرده و زنده رو با هم جمع بزنیم. خب خدمت شما عرض کنم که نکته در حالت کنترل خیز گفتم بارها ضریب دار نمیشن، یعنی با ضریب 1 جمع میشن. ما تو طراحی که می نوشتیم فی MN مثلا بزرگتر مساویه با MU، خب اینا ضریب دار می شدن، یعنی مثلا 1 و 2 دارم مرده به اضافه 1 و 6 دارم زنده. اما دیگه توی حالت کنترل خیز یا کلا کنترل های بهره برداری یا پایینتر فرکانس هم میخونیم، اونا هم باید ضریبشون 1 باشه. خب میگه در تیر زیر که تحت اثر بار مرده متمرکز پی و بار زنده متمرکز نیم پی. پس این شد مرده یعنی پی ددلودمون، اینم پی زندهمون هست. خب چی شده حالا؟ بگه به منظور کنترل تغییر مکان حداکثر در تیر، حداکثر مقدار PL2 برای EI چقدر؟ خب یه بار بار زنده رو میذارم، یعنی یه بار فقط شما بار زنده رو باید بذاری، یه بارم بار مرده و زنده رو باید بذارم. خب مرده و زنده میشه پی به اضافه نیم پی 1.5 پی. وقتی زنده میذاری با L360 چک میشه. کدوم فرمول؟ دو سرساده بار پی. بیایم اینجا دو سرساده بار پی رو نگاه کن. دو سرساده بار پی فرمولش هست PL348 EI. اما بار زنده من نیم پیه، پس میشه نیم تا پی L348 EI. خب برای بار زنده حداکثر خیزی که میتونم داشته باشم L360. بنابراین نتیجه میگیرم PL2EI میشه تقریبا 26 صدم. خب یه بار دیگه مرده به اضافه زنده رو بریم جلو. تحت اثر بار مرده و زنده، مرده و زنده رو با هم جمع بزنیم، یعنی بارهای مرده و زنده جمع بشن. خب نیم پی رو با پی جمع بزنیم میشه 1.5 پی L348 EI. فقط چون مرده و زنده جمع شدن باید کوچکتر مساوی L240 بشه. نتیجه میگیریم PL2 باید کمتر از 13 صدم باشه. کدوم رو بگیرم که هر دو تا جواب بده؟ یعنی هم باید کوچکتر مساوی 26 صدم باشه، هم کوچکتر مساوی 13 صدم. خب معلومه وقتی قرار از دو عدد کوچکتر باشه از کوچکترینشون باید کوچکتر باشه. پس کوچکترین مقدار رو میگیریم، بین این دو تا مینیمم میگیریم. مینیمم میشه 133,000. خب
عرضم به حضورتون که بریم جلوتر. میگه که برای تیرچه های با تکیهگاهی ساده به طول چند متر 6 متر بار مرده 1 نواخت بدون لحاظ وزن تیر، یعنی بار مرده 6 کیلونیوتن بر متر، بار زنده 1 نواخت برابر 6 کیلونیوتن بر متر، اون 6 این 6 کیلونیوتن. چنانچه تیرچه ها داره مهار جانبی کافی باشن. مهار جانبی کافی مثلا میخواد بگه با اتکای چی هستن؟ با اتکای جانبی هستن. تیرهای با مهار جانبی کافی با اتکای جانبی. کوچکترین مقطع آی پی مجاز از چه نظر؟ هم از نظر جنبه مقاومتی، هم از نظر جنبه بهره برداری به کدام یکی از گزینه‌های زیر نزدیکتر است. یعنی هم کنترل مقاومت خم شیشه بکن و هم بهره برداریش. البته چون تستای سال قبله دوستان مجبوریم اینجا یه آیتمی رو اضافه بکنیم، داخل پرانتز بنویسیم LRFD، داخل پرانتز یادداشت بکنین آینامه چی باشه؟ LRFD باشه، چون دیگه الان متن رو میخونی هیچ اشاره‌ای به LRFD نشده. خب مال تست سالهای قبله که اون موقع آینامه LRFD بود، الان دیگه باید بگه حالا بر اساس کدوم داریم کنترل میکنیم. خب ابتدا تیر رو از نظر خمش طراحی میکنیم و بعد میایم بر اساس خیز کنترل میکنیم. ایده بدی نیست. بار ضریبدار نهایی ما میشه 1.2 مرده 1.6 زنده. 1.2 مرده خودش داده 6 دهم، 1.6 زنده، یعنی بار ضریبدار ما 110-32 کیلونیوتن متر. خب کیلونیوتن میشه 10 به توان 3 نیوتن، متر هم میشه 10 به توان 3 میلی متر. عملا کیلونیوتن متر میشه همون نیوتن بر میلی متر. خب چون با اتکای جانبیه و تمام گزینه ها IPE هستن، پس همه گزینه ها مقاطعی فشرده میشن. فشرده با اتکای جانبی ظرفیت خمشی LRFDش میشه فی MN، فی 9 MN ZFY. این باید بزرگتر مساوی با MAU در بیاد. 9 در ZFY MAU QU L2 8. حالا Q شده 10.32. L هم که داده طول چند؟ 6. کلن مجمع 6 ها هسته 6 متر 6000 به توان 2 8. شد 46 و 44 در 10 به توان چند؟ 6. 9 در Z در FY که میشه 46 و 44 در 10 به توانش. خب من از اینجا زد حساب میکنم. زد ببین چند در میاد؟ 215,000 میلیمتر به توان چند؟ 3. البته دیگه پروفیل انتخاب نکردم، برخلاف در واقع اینجا خیز رو کنترل میکنیم، در واقع اومدیم یه مامان اینرسی فولادم ناشی از خیز پیدا کردم. بعد اومدم پروفیل رو انتخاب بکنم که هم زدش جواب بده هم ISش رو. میتونستم الان از همینجا برم پروفیل یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کنم بعد برم کنترلش رو بنویسم، ولی خب اگر بعدم کنترل جواب نده باید نمره پروفیل بزرگتر انتخاب کنم. اومدم چیکار کردم؟ گفتم بابا مگه تیر دو سر ساده نیست تکیهگاه ساده؟ خب ناشی از بار مرده و بار زنده دیگه، دو تا کنترل داریم، یکی مرده و زنده. کنترل خیز انجام بدیم. تیرای دو سر ساده دوستان فرمولش تحت بار گسترده خوندی دیگه. دو سر ساده 5 QL4 384 EI. بنابراین می نویسم 5 تا Q زنده L به توان 4 384 EI فولاد. خب این دلتا L زنده باید کوچیکتر مساوی با L 360 بشه، یعنی 6000 به 360.
چقدر آی اس میخوام ناشی از خیز بار زنده این عدد، این قدم که زد میخواستم. حالا یه بارم کنترل خیز رو باید به ازای بار مرده و زنده انجام بدیم. دوره 5 QL4 384 EI. فقط جای Q چی میذاریم؟ 6 دهم مرده 6 تا زنده. L به توان 4 یعنی 6000 به توان 4 384 EI. خب برای بارهای مرده و زنده L 240 ملاک بود. این معادله رو حل بکنیم میشه IS. خب ببین الان من یه دونه IS اینجا دارم، یه IS هم اینجا دارم. کدوم رو باید بگیرم؟ خب معلومه دیگه بیشترین IS رو باید ملاک بذارم. از طرف یه زدم داشتم، پروفیلی رو باید انتخاب بکنیم که زدش بزرگتر از 215,000 باشه و مومان اینرسیش هم بزرگتر از این عدد باشه. خب میرم اشتال رو باز میکنم و اول از پروفیل کوچیکه شروع میکنم دیگه. آی پی 200 رو زدش رو نگاه میکنم، آی اسش هم نگاه میکنم. البته اینجا دیگه آی اس میشه آی همون ایکس ما دیگه. آی اسی که الان اینجا دارم همون آی ایکس پروفیلمه. حول محور قوی استفاده میشه دیگه، عرف همینه. البته خودش اونجا نگفته حول محور قوی، ولی خب منطق همینه دیگه. خدمت عرض بکنم مورد دوم این حد اکثر بار زنده رو گفته 1/360، یعنی انگار از قبل نشسته حل کرده و دیده بار زنده چی بوده؟ حاکم بوده، ولی من 1/240 هم چک کردم چون مرده و زنده هم داری باید 1/240 هم بنویسیم. خب آی پی 200 جواب نده میرسی آی پی 240 میره اشتال میخونی میبینی زدش 367,000 خب بزرگتر از 215,000. اینا اوکی میدم. آی اس من 3.89 خب بزرگتر از 3.037 در 10 به توان 6. بنابراین هر دوتاش جواب میده. نکته هر کدام از دو کنترل خیز جواب نباشد بحرانی حاکم بر طراحی محسوب میشه و باید در جهت اقدامش کار بکنیم. چی نوشتم؟ جمله یه ذره نیاز به اصلاح داره. هر کدام از دو کنترل خیز جوابگو نباشد می نویسم بحرانی است و حاکم بر طراحی محسوب میشه و باید در جهت اصلاحش اقدام بکنیم. چیز خاصی نگفتم، یعنی خیز جواب نده پروفیل بزرگتر انتخاب کنیم تا جواب بده. خب این شد گزینه 4. میگه که یه مثال گذاشتم. اگر خیز ناشی از بار زنده بحرانی و حاکم باشد خیز بار مرده از چقدر باید کوچکتر باشه؟ خب دوستان وقتی میگیم خیز بار زنده بحرانی باشد یعنی دلتا ال زنده دقیقاً شده چی؟ ال 360 اینا، ولی هنوز مرده و زنده کمتر از ال 240 من، چون سوال گفته بار زنده خیز ناشی از بار زنده حاکم و طراحی بحرانی و حاکم بر طراحی محسوب باشه. یعنی که دلتا ال زنده مساوی ال 360. فرض کن مثلا میگفت مرده و زنده حاکم بر طراحی باشن، خیز ناشی از مرده و زنده، اون موقع دلتا ال به اضافه دلتا دی مساوی ال 240 میذاشتیم. حالا میخواد اینو بگه موقعی که زنده حاکم بر طراحی شده مرده و زنده هنوز کمتر از ال 240 من. حالا میگه که بگو خیز بار مرده از چقدر باید کمتر باشه. خب کاری نداره که به جای دلتا ال زنده عددشو میذارم و اینجا میفهمم مرده باید کمتر از ال 720 باشه. خب بریم سراغ این سبک سوالات. میگه به عنوان نکته آوردم نوشتم، یه مثال تالیفی بود همینجوری گذاشتم برای شما، یه نکته هم همینجور از همین در آوردم. میتونم برای حل سوالات این سبک به صورت زیرم عمل کرد. اگه سر امتحان بگه
خیز بار زنده حاکم باشد، خدمت درز بکنم خیز بار زنده حاکم باشد، خب یعنی ال دلتا ال میشه ال 300 و چند 60. یعنی عملا جای ال چی میتونم بنویسم؟ 360 دلتا ال. و ببین چه حرکتی کردم، 240 رو ضرب در این عبارت کردم شد این، و اونورم 360 دلتا ال نوشتم اگر خیز بار زنده حاکم باشد. خب اگر خیز بار مرده و زنده حاکم باشد، همین عبارت رو بنویسیم، بزرگتر از این میذاریم، اینم یه رواله. و اگر هر دو خیز همزمان باشد، این دوتا رو مساوی میذاریم. اینجوری هم میتونیم بریم جلو. نخواستی همین مثالی که حل کردم کفایت میکنه دیگه، الکی نکته جدید نسازیم برای خودمون. میتونی این سبکی هم بری، یعنی سمت چپ 240 دلتا ال به اضافه دلتا دی ثابته، سمت راست هم 360 دلتا ال ثابته. و خدمت عرض بکنم این روال توش برقراره دیگه. بنابراین اگرم نخواستی از این استفاده بکنی، هیچ ایراد خاصی نداره و در واقع میتونین از همون اثبات بالا هم استفاده کنی. خب این از این. من جای شما باشم تو حل این مثالات همینو میرم دیگه، الکی اینقدر سبک نکته و اینجور چیزا تولید نمی کنم برای خودم. راستی خیز بار مرده و زنده حاکم باشد یعنی درست در لحظه‌ای که دلتا دی به اضافه دلتا ال بشه چند؟ ال 240 هنوز دلتا ال کمتر از چنده؟ ال 360. خب الان شما به جای ال میتونید بنویسید 200 تا 240 تا دلتا دی و دلتا ال اینا. و خدمت عرض بکنم میتونی بذاری اینجا، یعنی الان به جای ال میتونم چی بنویسم؟ 240 تا دلتا دی به اضافه دلتا ال. 360 هم ضرب در دلتا ال بکنم، اون موقع 360 دلتا ال کمتر از ال میشه. حالا جای ال هم میذارم 240 تا دلتا دی به اضافه دلتا ال. همین رابطه اثبات میشه. خیلی خودت اذیت نکن، همون روال اثباتی برو، هر کدوم حاکم شد مساوی بذار، اون اینکه حاکم نشد کمتر از مرزش بذار. بعد دیگه این معادل ال رو به دست میاری میذاری تو این رابطه و ساده سازی میکنی. خب یه سری نکات تکمیلی دیگه هم باز برات گذاشتم. مثلا اگر سر امتحان اینا دیگه جنبندی، یا شاید مثلا این قسمت رو قبلا هم تو برش خمش خونده باشیم، اگه سر امتحان بگم معیارهای طراحی خمش و برش همزمان رخ میده، یعنی فی بی ام ان مساوی ام یو، فی وی وی ان مساوی با وی یو، اگر مقاومت مجازی بنویسیم ام ان اومگا مساوی ام یو یا وی ان اومگا مساوی با وی یو، یعنی همزمان باشه هر دوتاشون لفظ مساوی میگیرن. اگه سر امتحان بگه معیارهای طراحی خمش و خیز بار زنده همزمان رخ میده، فی بی ام ان مساوی ام یو، دلتا ال مساویه با ال 360. حالا اگر تنش مجازیش مقاومت مجازیشو بپرسه چی؟ میگیم ام ان با اومگا مساویه ام یو، دلتا ال همون ال 360. دوستان برای مقاومت مجاز خیز اینا با الارفتی یکی ها، هیچ فرقی نمیکنه، فقط تو جنبه مقاومتی اومگا و فی با هم دیگه فرق میکنن به اضافه بارگذاری خارجیشون، وگرنه تو خیز مرد و زنده با ضریب یک جمع میشن و بارها ضریب دار نیستن. پس الارفتی و مقاومت مجاز تو خیزها مثل همن. اگر سر امتحان بگم معیار طراحی خمش و خیز بار مرده و زنده است، فی بی ام ان تو لحظه ای که میشه ام یو، دلتا ال و دلتا دی هم میشه ال 240. باز دوباره اگر
مقاومت مجازی بگه mn با اومگا مساوی mu. البته این mu با این mu فرق میکنه، یادتون باشه دیگه، نه مال ترکیب بار مقاومت مجازی هن. این mu مال ترکیبات بار LRFTه که البته آینام عادت داره مال مقاومت مجاز رو با ma کوچولو نشون بده که مثلا بگه فرق میکنه. اگر معیار طراحی برش و خیز بار زنده همزمان باشه این اتفاق رخ میده. دیگه من با اجازهتون مقاومت مجاز هی ننویسم، خود دیگه بلدی. و اگر معیار طراحی برش و خیز بار زنده همزمان رخ بده ما این معیار رو لحاظ میکنیم. همزمان یعنی جفتشون تو همون لحظه با هم مساوی بشن. معمولا اینجور سوالات رو مثلا مخصوصا برش خمشه رو میتونید طرفین رو به هم تقسیم بکنیم، ساده سازی بکنیم. حالا به هر حال دیگه، ولی خب از جنس خیز باشه یکی لنگر دیگه مقدار کار مشکل میشه. خب سوال بخونیم. میگه که در شکل زیر فرض کنید مقادیر مقاومت خمشی اسمی MN هر دو تیر فولادی 1 و 2 یکسانه. یعنی الان MN1 تیر 1 به MN2 تیر 2 ثابتن. به ازای چه نسبتی از L1 به L2 مقادیر مقاومت خمشی مورد نیاز و خیز حداکثر هر دو تیر یکسان میشه. خیزاشون یکی بشن، مقاومت خمشیاشون هم یکی بشن. میگه که بارهای P1 و P2 تو وسط اعمال میشن، مقطع یکسانه و کل بارگذاری هم بار چیه؟ مورد است. خب تیر دو سرساده لنگر ماکسش PL4، تیر دو سرگیردار لنگر ماکسش PL8. اینجا PL8 دیگه باید دیاگرام لنگرها رو حفظ باشیم. PL4 منتها این اندیس 1 این اندیس 2 داره. M ماکس تیر 1 میشه P1 L1 4، M ماکس تیر 2 P2 L2 8. گفته که مقاومت خمشه مورد نیاز یعنی بار خارجی، مورد نیاز میشه بار خارجی با هم مساوی. این دوتا رو مساوی بذارین میفهمیم که P2 به P1 نسبتشون میشه 2L1 به L2. ببین 8 رو ببریم ور میشه 8/4. بعد اینجا هم صورت L1 L2 هم بیاد تو مخرج L2 میشه 2 تا L1 بخش بر L2. خب حالا از طرفی هم گفته خیز حداکثر یکسانه تحت بار مرده. پس خیز حداکثر رو تحت بار مردش بنویسیم. خدمت طرز بکنم. البته اینجا چون بار مرده بود ترکیب بارش رو بچه 1 و 14 مرده است اگر اشتباه نکنم. درست میگم؟ فکر میکنم ترکیب بار شماره 1 و 14 مرده است. یعنی در واقع اینجا باید بنویسم 1 و 14 مرده، اینجا هم 1 و 14 مرده. خب اینجا تو حل ما هیچ تأثیری نمیذاره چون هر دوتاشون بار مرده ضریبشون 1. چون تو کنترل‌های مقاومت خمشی ما بارها رو ضریب دار میذاریم. حالا اینجا چون بار مرده است هیچ فرق نمیکنه، طرفین حذف میشن. اما خیزای بار مرده و زنده یا مرده خالی اینا ضریب دار نیستن. توی کنترل خیزها بارها بدون ضریب هستن. بنابراین P1 L1 به توان 3 48 دی. بچه ها تیر دو سرساده PL3 48 دی خیز داره، تیر دو سرگیردار PL3 192 دی خیز داره. فرمول خیزها رو ببینین. یه بار دیگه برات بیارم فرمول خیزها رو. دو سرگیردار PL3 192 دی، دو سرساده PL3 48 دی. خب گفته خیزا با هم مساوی بشن. این دوتا رو مساوی هم بذاریم سادش کنیم میشه L1 به توان 3 L2 به توان 3 یه 4 هم اینجا داریم مساوی با P2 به P1. خب P2 به P1 از رابطه بالا فهمیده میشه 2L1 L2. جایگزین کردم. جایگزین P2 P1 رفتم این مقدار رو گذاشتم. حالا اینو دارم
با این ساده سازیشو بکنیم. یه ال یک طرفین بزنیم، یه دو هم طرفین بزنیم. یعنی الان ساده سازی کنم یه ال یک ال دو میشه 2 تا. خدمت ترس کنم اونجا توان 3 هست، توان 3 هست، پس بایستی خدمت ترس کنم که توان 2 میشه دیگه، چون طرفین ساده میشن. اگر بذارم اینجا میشه 2 تا L1 به توان 2 به L2 مساویه با خدمت ترس کنم 1 میشه. خب از اینجا L1 به L2 مساویه با رادیکال یه 2 1 بخش بر 2 میاد دیگه. اینو من بنویسم ساده ترش کنم. L1 به L2 میشه 1 دوم. البته این به توان چند 2، جذرشو بگیریم رادیکال 2 دوم در میاد. بنابراین جواب میشه گزینه 1. خب بریم سراغ بخش بعدی. فکر کنم بازم یک مثال دیگه باید باشه. میگه که با محدودیت تغییر شکل یک تیر فولادی تحت بار گسترده یک نواخت دلتا ماکس شده L240 با فرض اینکه مقاومت خمشی طراحی ZX FY با فرض مقاومت خمشی طراحی برابر با ZX FY، یعنی فی رو داره 1 میگیره، یعنی فی MN رو میگه بگیر ZX FY، یعنی داره میگه مثلا فی رو چند بذاریم؟ 1 بذاریم. میگه با فرض مقاومت خمشی طراحی ZX FY یه ویرگول بذارم، مقدار حداقل ارتفاع تیر D چقدر باید باشه؟ فرض کنیم بار مرده داریم. خب دوستان اگر بار مرده باشه اینجا WD باشه، خب بار مرده ضریب داره من میشه 1.4 بار مرده. خب ابتدا روابط مقاومت خمشی رو می نویسیم. میگم آقا M ماکس میشه WL2 هشتم. حالا به جای WL2 هشتم به جای W1.4 مرده میشین 1.4 مرده L2 هشتم. خب اگر بخوام اول مقاومت خمشی رو بنویسم میگم مقاومت طراحی مساویه با MAU یا M ماکس. حالا به جای مقاومت خمشی طراحی میگم ZX FY. خود سوال آزمون داده، یعنی فی رو خودش 1 گرفته. اگر نمیگفت بعدا من باید یه فی هم می نوشتم. مساوی 1.4 WD L2 هشتم. خب خود سوال گفته ضریب شکل ZS هم بشه 1.25. فکر میکنم مقاطع آی شکل ما خدمت عرض بکنم 1/12 بوده. حالا اولی که اینجا اصلا اشاره‌ای به آی شکلم نکرده، خودش دیگه زد اسمو داده، یعنی به جای زد میتونم بنویسم 1.25 S. خب همین کار کردم، به جای زد نوشتم 1.25 S در FY مساویه با 1.4 WD L به 2 هشتم. چرا به ذهن S رسید که من این کارو بکنم؟ آخه فرمول خیزها بر حسب آی هست. ببخشید، فرمول خیزها توشون آی داره، به خاطر این تبدیل انجام دادم. میخوام یه جور بشه که از معادله اول بر حسب آی بدم، معادله دوم هم یه جورایی بر حسب آی بشه که راحت بتونم ساده سازی بکنم. خب S چی میشه؟ S که میدونیم مامان اینرسی بخش برای دورترین ارتفاع دیگه. حالا دورترین ارتفاع میشه دی دوم. نگاه کن S مساوی آی به دی دوم. از طرفی هم Z هم هست 1.25 S، یعنی الان به جای S میتونم بنویسم آی بخش برای چی؟ دی دوم. خب بذاریم دیگه 1.25 اینجا نوشتم، به جای S چی نوشتم؟ آی به دی دوم
ضرب در FY اینجا 1.4 WD L2 هشتم. خب چی در اومد از اینجا؟ فهمیدم بار مرده اینقدر. خب حالا بریم رابطه خیز رو بنویسیم. رابطه دوم، خیزم گفته بار مرده. فقط تو کنترل خیزها یادت باشه بار مرده باید بدون ضریب باشه، یعنی 5 تا بار مرده بدون ضریب L4 384 یای. چرا من کوچیکتر مساوی L200 میذارم؟ خود سوال داد، یعنی شما رو زور کرده با این قوانین برین جلو. L200 به جای WD هم این مقدار رو جایگزین میکنه، میشه 5 تا 20 تا IFY 1.4 DL2. خب L4ش هم که اینجا 384 کوچیکتر مساوی L200. دوستان اینو فقط باید دور در دور و نزدیک در نزدیک بکنیم. از طرفی L4 با L2 میره، یه L2 میمونه تو صورت دیگه. تو صورت چیا میمونن؟ اینو مثلا یه دونه دور در دور و نزدیک در نزدیکش بکنیم. 5 تا 20 تا میشه 100 تا دیگه. تو صورت چی داریم؟ IFY داریم. IFY فقط بچه ها FY رو کیلوگرم بر سانتی متر مربع گذاشتم، این حواست باشه، این ابعاد همه چی میشه سانت. خب 384 ضرب در 1.4 دور در دور نزدیک در نزدیک 384 در 1.4 ایرم گذاشتیم 2 در 10 به توان 6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. یه دونه آی داری با یه دونه دی ضرب میشه آی دی. خب یه الم با این L2 میره یه L میمونه، درسته؟ دیرم میبرم اونور اینجا میمونه، 200 هم میارم سمت چپ بالا، پس 200 تا میاد بالا، عملا صورت میشه 100 ضرب در 2400 در 200 بخش بر این عبارت. این ساده سازی رو انجام بدیم میشه L بخش بر 22 چهاردهم. L بخش بر 22 چهاردهم دیگه خب معلومه منظورش گزینه 2 هست. خب این از این. بریم سراغ یه مثال دیگه. دوستان فیلم ها چون قابلیت استوب زدن داره من دیگه وای نمیستم، چون حجم فیلم میره بالا، کسی هم داخل کلاس نیست که بخواد چیز ثبت بکنم، برای همین شما میتونید استوب بزنید و مطالب بنویسید. میگه که در یک تیر دو سرساده به طول دهانه L تحت اثر بار متمرکز P با مقطع غیر فشرده ولی دارای اتکای جانبی، یعنی با اتکای جانبی هست، چنانچه ارتفاع کلی مقطع تیر D باشه و زدش هم داده 1/1 S باشه، در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت یعنی LRFT به ازای کدام یکی از روابط زیر تأثیر معیار طراحی خمش و خیز دقیقاً برابر است. خمش و خیز یعنی تعیین کننده بشن. خب معیار طراحیشون برابر است یعنی چی؟ یعنی این اتفاق داره رخ میده، معیار طراحی خمش و خیز برابر است، یعنی همزمان. حالا خیز بار مرده یا زنده شو ببینم، ولی همزمان هم خیز و هم دلتا به مرز خودشون میرسن. منظور این سوال همینه. فرض کنین برش تعیین کننده نیست، یعنی کنترل برش نمیخواد بکنی. پی مجموع بارهای مرده و زنده بدون ضریبه، پس من بایستی مرده و زنده رو خیز حساب بکنم، یعنی مجموع مرده و زنده شده پی. بار نهایی ضریبدار چی شده؟ میگه بار نهایی ضریبدار رو بگیر 1.5 برابر این مقدار. خب ما میدونیم این برای طراحی خمش به کار میره، چون باید بار چی باشه؟ ضریبدار باشه، ولی این برای خیز به کار میره چون بارها باید بدون ضریب باشن. تو خمش هم تاکید کرده معیار طراحی تسلیم باشه.
خب باید توجه داشت که در حالت طراحی بار ضریب دار و در حالت کنترل خیز بار بدون ضریبه. خب سمت چپی رو استفاده میکنم برای طراحی، سمت راست استفاده میکنم برای کنترل خیز. سمت چپی ام ماکس میشه پیل چهارم، ولی بار من 1.5 پیله، 1.5 پیل چهارم میشه 2 پیل هشتم، 2 پیل هشت نه دیگه 1.5 پیل میشه 3 دوم 3 هشتم دیگه، این عملا 3 هشتمه. اینجوری ضرب در بزنم برای شما این 3 رو درست بکنم. خب فی ام ان گفت معیار طراحی تسلیم باشی، به جای ام ان زد ایکس اف وای میذارم. و چرا مساوی گذاشتم؟ چون گفته معیارهای طراحی با هم برابر باشن همزمان. به محض اینکه لنگر من به مرحله جاری شدن برسه، به مرحله پلاستیک برسه، خیز منم مساویه با L240 بشه. چرا L240؟ چون بار مرده و زنده رو در مجموع به من داده، من وظیفم L240 بذارم. تو سوال قبلی چرا L360 گذاشتم؟ فکر میکنم خود سوال گفته بود L200 گذاشته بودم. اینجا مرده و زنده L240 مساوی میذاریم. خب تیر بار P هم بدون ضریبه، میشه PL 392 یا مساویه با L240. اینا در حالت اولی بذارین اینجا بنویسم PL 392 EI باید مساویه با L240 بشه. میشه اینجا، ببخشید PL 392 EI نه دیگه، تیر دو سرساده است. PL 348 EI بسخواهی میکنم، این 48 ای آیه دیگه، دو سرگیردار 192 بود، این میشه 48. خب PL 48 ای مساوی L240 میذارم، میشه یه رابطه. رابطه دوم چیکار میکنم؟ فی رو چند میذارم؟ 19 هم مال خمشه. به جای زد ایکس چی باید بنویسم؟ ببین منو به جای زد ایکس اینجا گذاشتم، به جای زد ایکس میذارم 1.1 اس. خود سوال داده، خود سوال گفته z مساوی 1.1 اس. خب به جای اس هم آی بخش بر نصف ارتفاع میذارم دی دوم. دور در دور نزدیک در نزدیک ضرب بکنی 2 آیدیوم میشه. خب این 2 ضرب در 1.1 بنابراین زد ایکس میشه 2.2 آیدیوم. پس به جای زد ایکس میذارم 2.2 آیدیوم. اف وای هم که هست مساوی 3 پیل 8. رابطه 1 رابطه 2. دوستان این دوتا رابطه رو به هم تقسیم بکنیم. رابطه اول بخش بر رابطه اول، نکن رابطه اول بخش بر L240. رابطه دوم بخش بر رابطه دوم PL 48. اینجا رو یه ساده سازی حوصله کنی انجام بدی، دی میشه 26.4 FYE ضرب در L که جواب میشه گزینه 1. تست سختی بودا، تست آسونی نبودش. خب برسیم به تغییر شکل قائم بدون پای موقت. دوستان اینایی که خوندیم، این خیزایی که خوندیم همه مال با پایه موقت بود، درسته؟ همه جزو خانواده تغییر شکل‌های قائمن. این که من شم زده باشم با پای موقت. خب الان اگر از من بدون پای موقت بخواد چی؟ شم نزده باشم چی؟ میگه در تیرهای مختلف که در هنگام بتون ریزی دال از پای موقت استفاده نشده باشد، کنترل تغییر شکل‌های قائم این تیرها باید شامل مراحل زیر باشد. یه بار بیا تغییر شکل قائم ناشی از وزن تیر، دال بتونی و بارهای ساخت بگیر. مثلا اینو میذارم دلتای گام اول.
تغییر شکل قائم ناشی از بارهای مرده‌ای که بعد از گرفتن دال بتونی وارد میشن، نظیر وزن کفسازی تیغه ها و موارد مشابه. اینا اسمش میذارم دلتای گام دوم. تغییر شکل ناشی از بارهای زنده بر اساس مقطع چی؟ مختلط. این اصلا برای تیرهای مختلط داره صحبت میکنه که تو بتون ریزی دال از پای موقت استفاده نشده باشه. این میشه دلتای گام سوم که البته بعدن اعضای مختلط رو ما توی فصل جداگانه میخونیم. خب گام 1 و گام 2 و گام 3 رو حساب کردم. گام 1 گام 2 گام 3 به چه دردی میخوره؟ میگه که تغییر شکل محاسبه شده در مرحله 1 یعنی دلتای گام اول نباید از 1/360 بیشتر بشه. یعنی خیز این قسمت نباید از 1/360 بیشتر بشه. مجموع تغییر شکل های 3 گام یعنی گام 1 گام 2 و گام 3 نباید از 1/240 بیشتر بشه. این میشه این کنترل. و آخری تغییر شکل گام مرحله 3 که ناشی از بارهای زنده است باید کوچکتر مساوی با L360 باشه. یعنی اگر من تیر مختلط داشته باشم موقع بتون ریزی زیر تیرهای فولادیم پای موقت نزنم، باید این تغییر شکلای گسترده رو انجام بدم. خب بریم یه مثال همچین تالیفی کوچولو بریم جلو. میگه که در یک تیر 2 سرساده فولادی با مقطع IP200 به همراه دال بتونی و بارشگیر در هنگام بتون ریزی از پایه موقت استفاده نشده. بار مرده پس از گرفتن بتون ناشی از کفسازی تیغه ها، دوستان اینا کفسازی تیغه ها بتون تر رو گفتم، حین ساختم گفتم بچه ها. بتون تر میشه این دیگه، وزن تیر فولادی دال بتونی و بارهای حین ساخت. حین ساخت هم گفت اگر بار مرده پس از گرفتن بتون ناشی از کفسازی تیغه ها 2 باشه و بار زنده کف 2.5 باشه، مجموعی تغییر شکل‌های محاسبه شده ناشی از عدم پای موقت چقدره؟ مامان نرسی مقطع مختلط که ترکیب شده است 3×10⁷ طول تیر 5 متره و وزن تیر فولادی لحاظ بشه. وزن تیر فولادی لحاظ بشه. بچه وزن تیر فولادی مال حالت 1. وزن تیر فولادی دال بتونی که خیز هست هنوز خودشو نگرفته و بارهای حین ساخت. این ستا رو جمع بزنیم دلتای گام اول رو میده. راستی کی از این استفاده میکنیم؟ موقعی که سقف مختلط یا تیر مختلط داشته باشیم ولی پای موقت نزده باشیم. حل: با توجه به اینکه از پای موقت استفاده نشده بنابراین باید تغییر شکل‌های شماره‌های 1 2 و 3 رو حساب بکنیم. ما نرسی پروفیل IP200 برابر با IS مساوی با 1.94×10⁷. وزن واحد طول پروفیلم از اشتال نگاه بکنی جی رو داده 22.14 کیلوگرم بر متر. خب دوستان کیلوگرم بر متر رو اینجا تبدیل ابعاد برم 22.14 ضرب در 10 میکنم میشه نیوتن بر چی؟ متر. درسته؟ خب حالا این نیوتن بر متر میشه در واقع 224 نیوتن بر متر دیگه. حالا تقسیم بر 1000 بکنه میشه 224 کیلو نیوتن بر متر. اینم همین کاره کردم. 224 کیلو نیوتن بر متر. یادآوری کیلو نیوتن متر همون نیوتن بر میلیمتر میشه. همچنین خیز تیر 2 سرساده 5 QL4 384. خب چون پای موقت نزدیم تو حالت اول باید وزن تیر فولادی رو بذارم دال بتونی و بارهای حین ساخت.
نگاه کن، وزن تیر فولادی، آفرین، وزن بتون تر، چون هنوز خودشو نگرفته 6 تا، پس اگر اینجا دوست داشتی میتونی مثل دال بتونی، منظور بتون تر هست چون هنوز بتون خودشو نگرفته و فولاد بدبخت باید این تغییر شکل رو تحمل بکنه. خب 6 وزن بتون تر، یکم بارهای حین ساخته. پس بچه ها اینجا قشنگ من 3 تا گاما رفتم وزن تیر فولادی جی از اشتال میخونی، دال بتونی بتون تر رو باید بگه، بارهای حین ساختم که عموما 1 کیلو نیوتن بر متر هست. خب 5QL4 384EIS، چون این خیز هنوز بتون خودشو نگرفته نوشتم بر اساس مقطع فولادی تنها محاسبه بشه، چون هنوز بتون خودش رو نگرفته، پس با IS پروفیل باید بری جلو. 384EIS. خب صورتی که از 2.25 در 10 به توان 16، مخرج 384، 2 در 10 به توان 5 و خدمت عرض کنم این آی رو از کجا میارم؟ از اشتال دیگه. 194 1 مایز 94 در 10 به توان 7. چقدر خیز گام اول میده؟ 15 و نیم. خب گام دوم مال کیاست؟ وزن کفسازی تیغه ها و سایر موارد مشابه. خب من یه دونه وزن کفسازی تیغه ها دارم به اندازه 2 تا. پس گام دوم 5QL4 384E آی تبدیل یافته. نگاه کن، بر اساس مقطع مختلط باید بنویسی، یعنی باید مؤنثی مقطع تبدیل یافته رو بذاری. چرا اونجا مؤنثی گفته بر اساس فولاد تنها، اما اینجا مختلط یعنی آی تی آر و اینجا بر اساس مقطع مختلط یعنی شماره 3 باید آی تی آر بذارم. خب 5 تا بار حین ساخت نه دیگه، بار ناشی از تیغه ها ال به توان 4 384 ای تی آر، این دوتا باید آی مقطع مختلط باشن. این تکی فقط مال مقطع فولادی. خب ای 2 در 10 به توان 5 آی تی آر یا اون تبدیل شدهش که خودش داده مؤنثی مقطع مختلط تبدیل شده، منظور من اینه که فولاد به بتون تبدیل کرده، معادل کرده. 3 در 10 به توان 7. خیز مرحله دوم شد 2.7. خیز مرحله سوم فقط ناشی از بار زنده است. روی کدوم مقطع؟ رو مقطع مختلط، یعنی بود بازم آی تی آر بذارم. بار زنده رو داده 2.5 5 تا 2.5 L4 384 ای آی شد 3 و 39. خب بچه ها مجموع تغییر شکلا چی میشه؟ مجموعشون رو خواستنم، مجموع تغییر شکل‌های ناشی از عدم پای موقت چقدر خواهد بود؟ این میشه مجموعشون 3 تا رو با هم جمع بزنیم 21 و 2 میشه. خب این از این. خب الان برای که ببینیم جواب میده یا نه، تغییر شکل مرحله اول باید از 160 کمتر بشه. تغییر شکل‌های 1 2 3 باید از 1240 کمتر بشن. تغییر شکل شماره 3 باید از 160 کمتر بشه. یه چک بکنیم. گفتم در مثال بالا خیزها رو بعد اکثر مجاز مقایسه کن. گام اول باید کوچکتر مساوی 1/360 طول بشه. خب 15 و 5 نشد. خیز اول جوابگو نبود. گام دوم گام‌های 1 و 2 مرحله دوم گام‌های 1 و 2 و 3 رو جمع بزن که شد 21 و 2 با یک کوچکتر مساوی با L 240 طول دهانه بشه. خب L 240 طول دهانه 5000 شد 20 مایز 83. اینم جوابگو نیست.
و مرحله سوم یعنی دلتا 3 با کوچکتر مساویه با 1/360 طول دهانه بشه که اینجا جواب میده. خب چون وقتی این دوتا جواب ندن دیگه بعدا باید بریم سراغ بزرگتر کردن پروفیل و چیزای دیگه که موانرسی ها زیاد بشن و بتونه این موانرسی مقطع مرکب رو بزرگتر کنه. خب ارتعاش یا لرزش کفها و تیرهایی که سطوح خالی از تیغ بندی های ممتد تا سقف رو تحمل میکنن باید با توجه خاص به لرزش و ارتعاش حاصل از بارهای جنبشی که مثل حرکت افراد هست، ماشینالات، حرکت و توقع آسانسورها و غیره طراحی بشن. دوستان این که گفتیم بچه ها مثلا تو طبقه بالای همسایه بالایی دارن میدوئن، سقف شما میلرزه. کامیون از بغل خونه شما رد میشه، سقف شما میلرزه، به خاطر اینکه این تیرها رو کنترل ارتعاش یا لرزش نکردن. بدین منظور فرکانس نوسانی کفها باید به اندازه‌ای باشد که حداقل حساسیت افراد در برابر لرزش رو ارضا کنه. خب این حداقل چقدره؟ حداقل رو خودش پیشنهاد داد. میگه تا لحظاتی بعد من فرمول F رو بهت میدم، حواست باشه اگه ساختمون مسکونی اداری بود این فرمول Fی که صفحه بعد داری میخونی باید بزرگتر مساوی اعداد چی بشه؟ جدول بشه. این Fی که الان میخونی اگر مسکونی و اداری بود باید بزرگتر مساوی 5 هرتز بشه. هر چقدر F بیشتر بشه قدرت بدنی تیر بیشتر میشه، تیر نمیلرزه یا کمتر میلرزه. اگه ساختمون تجاری و فروشگاه بود این عدد 4، سالن‌های اجتماعات با صندلی ثابت 4، ولی بدون صندلی‌های ثابت یعنی متحرک میشه 8.5. بچه ها سالن‌های ژیمناستیک، تعمیرگاه‌ها، ورزشی‌ها، مخصوصا تو ژیمناستیک و ورزشی اونجا صدای ضبط و آهنگ خیلی زیاده، بنابراین ما لرزش داریم، برای همین آیین‌نامه 9.5 گذاشته. پارکینگ هم 4 هرتز گذاشته. خب حالا فرمول چجوریه؟ فرمول میگه 18 جی شتاب گرانش یا شتاب ثقل هست، یعنی ما همیشه جی رو میذاریم 9810. دلتا آی اس تغییر مکان نسبی حداکثر کف. به مثلا تیر 2 سرساده بود، تیر 2 سرساده دیگه شما تغییر مکان مثلا مردهشو که دیگه بلدی، میشه دلتا دی که اینجا اسمش گذاشته دلتا آی اس، میشه 5 تا بار مرده 384 ای آی و به اضافه بخشی از بار زنده که دائمی فرض بشه. یعنی شما یه خیز بار زنده دائمی هم داری. اینا رو دوتا رو جمع بزنی 384 ای آی دیگه به شما دلتا آی اس رو میده، میذاری تو اینجا مقدار فرکانسش در میاد. حالا به عنوان نمونه میخوام ببینیم این 18 آیین‌نامه از کجا آورده. ببین روند اثباتش اینجوریه که رو تیر 2 سرساده اومده یه دونه جرم گذاشته که تو جی ضرب شده وزن شده همون نیرو. خب میگم که این تیر من یه سختی داره، یه سختی خمشی داره، یعنی میتونم این تیر رو به عنوان یک فنر معادل بکنم با سختی کا. اگه نیروی این فنر F باشه F مساویه با کا دلتا. خب چقدر F داره وارد میشه؟ وزن. این تیر چقدر سختی داره؟ کا مساوی دلتا. خب کا چی میشه؟ mg بخش بر دلتا. از طرفی هم
چون بحث فرکانس دنبال تناوب باید باشد. ضریب تناوب تو درس زلزله خوندین 2 پی رادیکال ام کام بوده. خب به جای کا ام جی دلتا گذاشتم. اما میرن میشه 2 پی رادیکال دلتا به جی. خب F معکوس تناوب هست، یعنی یک تیومه. خب من اینو اینجوری بنویسم میشه 2 پی جی میاد تو صورت رادیکال جی به دلتا. خب 1 به 2 پیوم میشه 16 صدم. خب وقتی شما نگاه بکنیم اینو آینامه 18 صدم آورده، یه جورایی یه کوچولو بالاتر گرفته جهت در واقع اطمینان. یه جورایی برات اثبات کردم این 18 صدمه از کجا اومد. دقیق 16 صدم، دست بالاتر 18 صدم گذاشته. خب نکته، اگر سر امتحان تیر کامپوزیت سال داد، مرکب یا مختلط داد، توی دلتا آی اس که مثلا 5 QL 4384 ای هست، باید آی مقطع مختلط رو بذاری. یا یعنی اگر مقطع مختلط باشه باید آی مقطع مختلط رو بذاری، آی فولاد خالی نه، آی مقطع مختلط. نکته بعدی میگه برای محاسبه مقدار دلتا آی اس که خب باید از فرمولای تغییر شکل استفاده کنیم. من اینجا بالا مثلا تیر 2 سرساده رو مثال زدم. بار وارده، بار مرده و درصدی از بار زنده دائمی باید باشه. خب دیگه سر امتحان باید بگه دائمی چنده. حالا 20% بار زنده دائمی میگیرن یا 40%، خود سوال باید بگه. اگر بار وارده نیرو بر واحد سطح باشه، خب ما توی کنترل خیزها نیرو بر واحد طول داریم، یعنی نیوتن بر چیه؟ میلیمتره. یعنی واحد کیو میشه نیوتن بر میلیمتر. خب اگر یه وقت سر امتحان بار مرده وارده نیرو بر واحد سطح باشه، مثلا نیوتن بر متر مربع، خب الان اینجا به چه دردم میخوره؟ چیکار باید بکنم؟ باید این بار سطحی رو تو عرض بارگیر ضرب بکنیم تا به صورت خطی در بیاد، تا به صورت نیوتن بر میلیمتر در بیاد. خب مثلا فرض کن میخوام ارتعاش تیر 2 سرساده آبی رو حساب بکنم و به من بار مرده سطحی رو دادن. الان بار مرده خطی چجوری حساب میشه؟ میگیم که سهم بار این تیرچه L1 دوم، سهم بار این تیرچه L2 دوم. پس این مساحت بار سطحی باید ضرب در عرض بارگیر بشه. این عرض بارگیر مجموع این دوتاست، یعنی L1 دوم L2 دوم. اگر ضرب در عرض بارگیر بشه اون موقع دیگه واحدش نیوتن بر میلیمتر میشه، چیزی که میخوای. راستی مثلا اگر یکی از تیرچه اینوری بود، این که تیرچه رو افقی میذاشتیم، اون موقع دیگه از هر دو طرف بار نمیگرفت و فقط از یه طرف بار میگرفت، از اون تیرچه‌ای که روش اومده بار میگرفت. و این که تیرچه چون به تیرهای چپ و راست وارد میشن تو بار نمیان. یعنی اگر چنین شکلی بود، یکی از تیرچه ها رو تیر آبه بود، اون یکی دیگه رو تیر نبود، شما فقط همون L1 دوم رو به عنوان عرض بارگیری میذاشتی. یادت باشه ای جوان، خطاب به شما جوانان دارم میگم، ای جوان فراموش نکن کنترل فرکانس هم مثل خیز تو مرحله بهره برداریه و بارها ضریبدار نمیشن، یعنی در واقع با ضریب 1 جمع میشن. میگه که اگر شدت بار مرده و زنده به ترتیب اینقدر باشه و مقدار بار زنده دائمی 20% باشه، دلتا آی اس چقدر؟ سریع میگم، تیر من 2 سرساده است، آب. خب چند درصد دائمی باشد؟ خب مرده که دائمیه، مرده دائمیه، یعنی 5 تا من مرده دائمی دارم. 20% بار زنده دائمی میشه. 20% بچه تو ریاضیات میشه 2/10، یعنی 2/10 بار زنده. بار زنده
به ترتیب مرده شد 5 زنده شد 2 یعنی 2 دهم 2 4 دهم 20% بار زنده دائمی 20% باشد 20% بار زنده میشه 4 دهم یعنی اینجا با 4 دهم مرده و زنده رو جمع میزن. حالا دلتا آی اس میشه 5 کیو یعنی میشه 5 و 4 دهم. البته کیلو نیوتونه دیگه نه راستی یه چیزی داشت فراموشم بشد همینجا دارم اشتباه میکنم الان. دوستان این بار سطحیه نگاه کن اینجوری من میگم خیلی مواظب باشا اینجا من بار خطی میخوام ولی اینجا بار من متر مربع سطحیه. خب W سطحی چی شد بالاخره؟ شد 5 تا مرده 20% هم از بار زنده 4 دهم فقط میشه 5 و 4 دهمه. حواست باشه کیلو نیوتن بر متر مربع. خب من بار خطی میخوام بنابراین از این دال فقط نصف طول بار میرسه و این دال به چپ و راست داره میده به این تیر آبه اصلا باری نمیده. پس بار خطی میشه 5 و 4 دهم ضرب در عرض بار 3/2 یا 1.5. خب ماشین حسابم هم که بستم مجبورم دوباره برات یه ماشین حساب بیارم اینجا بزنم من ندارم. 5 و 4 دهم ضرب در 1.5 عرض بار 8 و 1 دهم. خب این 8 و 1 دهم الان کیلو نیوتن بر متره. خب دیگه راحت میتونم دلتا آی اس رو بنویسم. 1.5 هم عرض بارگیر شده یادت باشه 20% بار زنده هم که 4 دهم جمع شده 5 هم که مرده بود. خب تیر 2 سرساده بار گسترده 5 کیو L4. فقط بچه ها کیو L4 الان یه مشکلی دارم باز کیلو نیوتن متر رو باید تبدیل نیوتن میلیمتر کنم 10⁻³ نیوتن 10⁻³ میلیمتر یعنی همون 8 و 1 دهم نیوتن بر میلیمتر میشه. حالا 5 کیو L4 L چنده؟ طول دهانه 5 متره پس 5000 به توان 4 5 کیو L4 384 ای آی. خب اینم میذارم 2 در 10 به توان 5 و آیم که خود سوال داده اینم آی 8 در 10 به توان 6. پس حواست باشه دیگه اینجا دلتا آی اس رو داده تغییر مکان نسبی قائم کف و مومان اینرسی رو هم داده بر اساس مومان اینرسی مختلط داده دیگه. اینجا فکر کنم هیچ اشاره به مختلط نکرده پس هیچ دیگه. اگر بار مختلط باشه شما بایستی اینجا آی تی آر می نوشت. خب حالا بیا همینجا میگه تیر مختلطی با دهانه ساده به طول 8 متر مومان اینرسی پروفیل تا تیر هول تار خنثی انقدر. مومان اینرسی مرکب تیر مختلط یعنی آی تی آر 71949 سانتی متر به توان 4. عرض بارگیر تیر 1 و 2 دهم. بار مرده 650 بار مرده خطی یا سطحیه. دوستان اگر خطی بنویسه گول نخوری یا دیگه تو ضریب با عرض بارگیر ضرب نکنی یا ما زمانی ضرب در عرض بارگیر میکنیم که مخرج متر به توان 2 باشه و بار زنده 350 20% بار زنده دائمی باشه. خب دوستان WD 650 به اضافه 20% 350 اما این همچنان سطحیه. خب
2/350 20% به اضافه 650 شد 720. منتها این 720 کیلوگرم بر متر مربع. حالا بار حالا W بذاریم، D مرده نباشه دیگه، Q مثلا WU، اینم QU. میدونی که بارها هم ضریبدار نیستن، اون 20% دیگه ذاتشه دائمی، ربطی به ضریبدار نداره. پس 720 کیلوگرم، ببین کیلوگرم بر متر مربع ضرب در عرض بارگیر 1.2 متر. بنابراین 720 ضرب در 1.2 متر 864. ببین 864 کیلوگرم حالا بر متر. خب واحدا رو بکنیم نیوتن دیگه. صورت رو ضرب در 10 کنم میشه 8640 نیوتن. از طرف میلیمتر هم تقسیم 1000 بکنم میشه 8.64. ببین یه بار دیگه کیلوگرم رو ضرب در 10 کنم میشه 8640 تقسیم بر 1000 کنی 8.64 نیوتن بر میلی متر. خب تموم شد. خیز رو دلتا آی اس رو حساب بکنم با دهانه ساده و بار گسترده هم هست، میشه 5Q L4 یعنی 8000 به توان 4 384 EI. ای فولاد 2 در 10 به توان چند؟ 5. و آی مقطع مرکبمون فقط 71949 سانتی متر به توان 4. ضرب در 10 به توان 4 کنیم میشه میلیمتر به توان 4. خب این دلتا آی اس رو باید حساب بکنم ببینم چند در میاد. 8000 ضرب در 8000 ضرب در 8000 ضرب در 8000. ماشین حساب توان 4 هم حالا توان 2 شو داشته. ضرب در 8.64 ضرب در 5 دیگه چی؟ تقسیم بر 384 تقسیم بر 2 در 10 به توان 5 تقسیم بر 71949 با 4 تا 0 یعنی شد 3.2 میلیمتر. 3.2 میلیمتر. خب فرکانس مساویه با 18 صدم شتاب گرانش. شتاب گرانش 9000 چند گفت؟ 810 تقسیم بر دلتا آی اس. 9810 تقسیم بر 3/2. خب اینو حساب کنیم. 9810 تقسیم بر 3/2 جذرش رو بگیریم و ضرب در 18 صدم بکنیم که تقریبا میشه 9.9 تقریبا میشه 10 هرتز فرکانس من. پس یه جمع‌بندی بکنم. مرده 20% زنده شد 700 ضرب در 1.2 میکنم میشه اینقدر. بعد 5QL4 384 EI آی مرکب این خیز در اومد. اینم میذاریم میشه تقریبا 10 هرتز. حالا گزینه 2 نزدیک تره. فقط یادت باش
اگر صورت سال 650 کیلوگرم بر متر می نوشت و از عمد عرض بارگیرم میداد، دیگه شما عرض بارگیر رو حق نداری ضرب بکنی، چون خود بار از اول چیه؟ خطیه، یعنی 1.2 ضرب شده 650 کیلوگرم بر متر. حالا اینجا که متر به توان 2 بود و دیگه داستان کلن هیچ بود. خب یک مثال دیگه. خب میگه که تیرهای خدمت عرض بکنم که میگه که تیرهای نگهدارنده یک سقف مسکونی با سطح بزرگی خالی از تیغ بندی و بدون عناصر با خاصیت میرا کننده دارای تکیهگاه 2 سرساده با دهانه 6 مترن. اگر بار مرده وارد بر هر یک از تیرها 600 کیلوگرم بر متر باشه. دوستان دیگه بار مرده خطی هست و دیگه نیازی نیست تو عرض بارگیر ضرب بکنیم، هرچند اینجا هم نگفته. حداقل مامان نرسی لازم آنها جهت پاسخگویی به ارتعاشات ناشی از بارهای جنبشی به کدام گزینه نزدیکتر است؟ خب QD 600 کیلوگرم بر متر یا 6000 نیوتن بر متر، حالا جای متر هم میلیمتر میذاریم، در به توان 3 تا 0 میره 6 نیوتن بر میلیمتر. در صورت سال اشاره‌ای به بار زنده نکرد. خب چقدرش دائمیه نکردی؟ چی نگفت؟ نه مقدارش داده نه مقدار درصد دائمیشو داده، پس هیچ ما لاز نمی‌کنم. خب تیر 2 سرساده بار گسترده میشه 5 QL4 QL4 6000 به توان 4 384 EI. خب مامان نرسی میخوای؟ میگم باش. خدمت عرض بکنم اونجا آره دیگه مامان نرسی میخواد. F مساویه با 18 صدم رادیکال G 9810. با اجازت من اول دلتا اس سادش بکنم. چرا 5 گذاشتم؟ چون خونه چی گفته؟ مسکونی گفته. چون خونه رو مسکونی گفته میام اینجا فرکانس خونه های مسکونی و اداری 5 هرتزه، برای من اینجا مرزو 5 میذارم. جی هم 9810. طرف اینو 5 تقسیم بر 18 صدم بکن، بعد طرف اینو به توان 2 برسون، میشه این. و حالا میتونم به جای دلتا آی اس دیگه مقدارشو بذارم، یعنی 5 در 10 به توان 8 آی هوم، 5 در 10 به توان 8 آیوم، بزرگتر مساوی با این. خب دور در دور نزدیک در نزدیک، یعنی 9810 ضرب در آی میشه، اونم مخرجش یکه دیگه، 5 در 10 به توان 8 ضرب در 1، بزرگتر مساوی این. از اینجا آی چند در میاد؟ 33 در 10 به توان 4 میلیمتر به توان 4 یا خدمت عرض کنم 33 سانتی متر به توان 4. 39 سی، حالا 33 با سی فرقی نمیکنه، جواب گزینه سهش. یه سوال دیگه میگه که فرکانس دوره F یک تیر فولادی 2 سرساده به طول L با مقطع IP 180 تحت اثر بار مرده گسترده QD 3 هرتز. برای اینکه این تیر از منظر ارتعاش قابل قبول تلقی بشه، کدام یکی از مقاطع زیر باید انتخاب بشه؟ از وزن طول تیر صرف نظر کن. فرض کن تیر مذکور در سالن ورزشی و سطوح بزرگی خالی از تیغ بندی. اینا رو فکر میکنم تألیفی براتون آماده کردم، حالا حضور ذهن ندارم چون اینا جزوار خیلی وقت پیش آماده کردم و دارم فیلمشو میگیرم، الان حضور ذهن ندارم تألیفی یا آزمونی بوده. چون اگر تألیفی باشه خیلی وقت پیش اینو طرح کردم، الان حضور ذهن ندارم. خب تیر 2 سرساده بار گسترده یک نواخت QD شده چند هرتز؟
3 هرتز. خب F چی میشه؟ 18 صدم رادیکال جی به دلتا آی اس. جی رم گذاشتیم، پارامتری رفتم، تیر دو سرساده هم شده 5 QD L484 EI. هیچ اشاره هم به بار زنده نکرده. باز من بار زنده رو نه بار زنده رو دارم نه درصد دائمی بودنش رو گفته. خب 384 EI میره تو صورت جی پخش بر 5 QD L به توان 4. دوستان در رابطه بالا مقادیر E, G, QD و L ثابت و مقدار فرکانس با کی رابطه داره؟ بگو. با جذر آی رابطه مستقیم داره. خب حداقل فرکانس لازم برای سالن ورزشی 9.5. درسته؟ حداقل فرکانس 9.5 هست. مومان اینرسی پروفیل IP 180 چون با IP 180 3 هرتز من تامین کردم، 6.5 هرتز دیگه کم دارم. میگم فهمیدم F با I رابطه مستقیم داره. تو حالت اول چند هرتز اومده؟ 3. با چه مومان اینرسی؟ با مومان اینرسی IP 180 1320 در 10 به توان 4 رادیکالش. حالا چه مومان اینرسی بذارم که بشه 9 هرتز؟ خب این معادله رو حل میکنیم دیگه. اینجا حل بکنی، طرفین رو به توان 2 برسونی، اینقدر مومان اینرسی میخوام تا این سالن ورزشی من نلرزه. خب دو تا پروفیل IP 360 و IP 400 مومان اینرسی بزرگتری دارن، یعنی بزرگتر مساوی 13200. خب منم حداقل شماره مقطع تی رو بخوام انتخاب بکنم، خب 360 جواب داده، 360 رو استفاده میکنم. پس یه تناسب زدم چون مابقی پارامترها ثابتن و به جای IP 180 قراره یه پروفیل دیگه بزنی. پس چیزی که داره عوض میشه فقط مومان اینرسی و مومان اینرسی هم اثبات کردیم رابطه مستقیم با آی داره. سوال بعدی اینم فکر میکنم تألیفی گذاشتم. در یک ساختمان اداری یک تیر 2 سرساده به طول 5 متر که سطوح بزرگ خالی از تیغ بندی رو تحمل میکنه تحت بار گسترده یک نواخت 5 قرار داره. فقط بر اساس کنترل ارتعاش حداقل مقطع قابل قبول به کدام، در واقع برای کدام قابل قبوله؟ برای این تیر به کدام یکی از گزینه‌های زیر نزدیک‌تره؟ FY 240 ای رو هم داده، جی رو هم داده. شاید هم مال آزمون باشه ها، چون من اگه سوال تر میکردم جی رو نمی نوشتم. خب جی رو دیگه هم باید بدونن 9810 میلیمتر بر مجذور ثانیه است. خب بار گسترده یک نواخت هیچ اشاره‌ای هم بار زنده نکرده. اگر بار زنده میگفت مثلا میگفت 20% بار زنده، اونم باید می نوشتم. چون بار خطیه دیگه نیاز نیست ضرب در عرض بارگیر بشه. 5 تا تیر 2 سرساده بار گسترده، 5 QL4 384 EI، 5 تا QD دائمی QD هست، L4 5000 به توان 4 384 EI. این شد دلتا آی اس. چون ساختمون اداریه باید فرکانس من حداقل چند هرتز باشه؟ 5 باشه. 18 صدم رادیکال 9810 بخش بر دلتا آی اس 2 در 10 به توان 8 آیوم باید بزرگتر مساوی 5 هرتز باشه. برای ساختونه مسکونی و اداری 5 هرتز. طرفین رو خب 5 رو بخش بر 18 صدم بکنم، بعد طرفین رو به توان 2 برسون. رادیکال میره 771 مایز 6 دهم میمونه. از اینجا حداقل مومان اینرسی که میخوام 1573 در 10 به توان 4. فقط کافی بری اشتال رو نگاه بکنی، اولین پروفیلی که این مومان اینرسی رو تامین میکنه پیدا بکن. اولین پروفیلی که مومان اینرسیش از مقدار این بیشتر میشه آی پی چیه؟
200. درسته آی پی آی 220 و 240 هم جواب میدن ها، ولی خب حداقل مقطع رو میخوایم، مقرون به صرفه نیست که وقتی 200 جواب میگیری بری 220 و 240 رو بزنی. بنابراین آی پی 200 میشه 1940 در 10 به توان 4. بنابراین گزینه 2 میشه. این سوال رو من اصلا حل کرده بودم، الان این سوال رو یادت باشه اینجا حل کردم. مثلا گفتم اگه وزن بیاد میشه 16 صدم و اینم همینه، میگه وزنه ام جی وسط یک تیر فولادی دو سرساده بر اثر آن وسط دهانه تیر به اندازه دلتا تغییر شکل داده. با صرف نظر کردن وزن تیر فرکانس رو داری F به کدام گزینه نزدیکتر است؟ گفتیم F مساوی کا دلتا، به جای F هم mg گذاشتیم، کا شد mg دلتا، تناوبم از زلزله 2p برای رادیکال m کام، به جای کام mg دلتا گذاشتم، اما ساده شدن و شد 2p برای دلتا جیوم. فرکانس معکوس در تناوبه و این برعکس بشه 16 صدم در میاد که البته بر طبق آیین‌نامه جدید شده 18 صدم. این تست قدیمی بود، اون موقع ما اصلا این فرمول 18 صدمی رو نداشتیم. الان دیگه سوال بخواد بده باید قاعدتا بر اساس آیین‌نامه جدید ویرایش بشه. خب دو تا نکته اینجا داریم که خیلی کم اهمیته. یکی دیگر از کنترل های بهره برداری یه جنبندی بکنم. بهره برداری چیا شد بالاخره دوستان؟ بهره برداری یه آیتم جنبندی نهایی تغییر شکل ها بود، شماره 2 که خودش بعد 2 دسته با پای موقت و بدون پای موقت شد. بعد از تغییر شکل آیتم بعدی ارتعاش و لرزش بود و بعد از ارتعاش و لرزش میشه تغییر مکان جانبی. منتها تغییر مکان جانبی تو لول بهره برداری، ببین تغییر مکان جانبی در حالتهای حدی بهره برداری باید تحت اثر ترکیبات بارگذاری نظیر حالتهای حدی باشه. در مورد اعضای فولادی و مختلط نگهدارنده نماهای ساختمون خب تو معرض نیروی باد تغییر مکان جانبی باید به نحوی محدود بشه که از ترق‌خوردگی نازوکاری‌ها یا شکست شیشه ها جلوگیری بشه. در هر حال تغییر مکانهای جانبی اعضای فولادی و مختلط نگهدارنده نما، یه جورایی این تغییر مکان جانبی در واقع نمای ساختمون دیگه، میگه نگهدارنده. اون عضوهایی که نما رو نگه میدارن تغییر مکان جانبیشون تحت اثر نیروی باد از 1/360 طول دهانه بیشتر نشه. پس تغییر مکان جانبی اعضایی که نما رو نگه میدارن، یعنی دلتای اعضایی که نما را نگه میدارند، نمای ساختمون رو نگه میدارن، اون میشه دلتا. میگه باید کوچکتر مساویه با 1/360 طول دهانه یا ال باشه. بذار همون ال 360 بنویسم دیگه، عادت کنیم. درسته؟ چرا 360 دارم میگم؟ ال 300 دیگه. ای بابا ال 300. خب اثرات دما و خودکرنشی چیز خاصی نداره. میگه برای تأمین شرایط بهره برداری مناسب در محاسبه و طراحی سازه باید اثرات دما به نحو مناسبی در واقع مورد توجه قرار بگیره. خرابی پوشش‌های نمای ساختمان میتواند عامل نفوذ آب داخل شده و منجر به زنگ زدگی بشه. در محاسبات تغییر شکل‌های دمایی میدونیم ضریب انبساط حرارتی فولاد میشه 12 در 10 به توان 6 10 به توان -6 به ازای هر درجه سلسیوس. این همون آلفا اس مونا. بعد یادت میاد دیگه چقدر تغییر طول میداد؟ نه آلفا اس ال دلتا تی فکر کنم بود، نه فکر میکنم اینجوری بود.
خزش و جمع شدگی در اجزای بتونی و تسلیم موضعی در اجزای فولادی در عناصر سازه‌ای میتواند آثار مشابه ترک‌خوردگی و باز شدگی درس‌ها داشته باشه. اون هم دیگه چیزی نیست. خب اینو از فصل 6 کنترل بهره برداری که فصل کوتاه و ساده‌ای هست که بعد انشالله میریم سراغ فصل 7. موفق و مؤید باشید دوستان. خدا نگهدار.